بسم الله الرحمن الرحیم. سید امیرحسین حسینی هستم، دانشجوی دکتری اقتصاد. عرضم به خدمتتون حرفای تکراری عوام فریبانه، غربگرایانه، غرب دوستانه که سالها داره زده میشه، یک تجربه ما ازش داریم که کاملا ناکارآمد بوده، ضد مردم بوده، ضد منافع ملی بوده. هیچ وقت نتونستیم باهاش کاریو پیش بگیریم. دلیل به تعبیر از آقا تجربه هامون کی بوده؟ این جریانی که مذاکره رو تجویز میکنه دائما همون جریانی که آبان 98 سه برابر شدن قیمت بنزین و بسته نجات اقتصاد ایران میدونست. نجات پیدا نکرد، تورم تشدید پیدا کرد و صدها هموطنمون رو از دست دادیم. از یک شبهه ساده بنزین ارزان‌تر از آب معدنی عاجزه که نمیتونه تفاوت قیمت یه بطری رو با محتوی اون تشخیص بده. همون جریانی که موقع حذف ارز 4200 گفت 0.5% فقط تورم ایجاد میکنه. حذف ارز 4200 به باور بنده حتی 0.5% تاثیر بر تورم نخواهد داشت. گزارش بانک مرکزی با سازمان برنامه بودجه اومد که علت تاثیر تورم 50% سال 1401 از ارز 4200 بوده. همون جریانی که وقتی دستمزد کارگرا خواست 57% افزایش پیدا کنه، سر و صدای تورمزا بودنش رو سرداد، گفت هزاران کارخانه تعطیل، صدها هزار نیروی کار تعدیل. اولین هزینه سنگین اون رو به جریان کارگری در کشور شاهد خواهیم بود. پیش بینی ما اینه که واحدهای کوچیک و متوسط حداقل 25% تعدیل نیرو خواهند داشت. اما دیدیم که پایین‌ترین نرخ بیکاری تاریخ ایران در دولت 13 رقم خورد و چندین بار رکورد شکست شد در قبل و بعد انقلاب اسلامی. وعده تحقق سالیانه ایجاد 1 میلیون شغل محقق شد. سهم افزایش 50% دستمزد کارگران تو تورم فقط 3% اعلام شد. این جریان همون جریانی که میگفت وام مسکن روستایی وام 200 میلیونی تورم وحشتناک به همراه داره، ولی هیچ اعتراض به وام‌های چند ده هزار میلیاردی بانک آینده به ساخت ایرانمال از محل خلق پول غیرقانونی نداشت. پولی که ارزش الان اون بیش از 500,000 واحد مسکن ملی رو میتونه تامین مالی کنه. این جریان همون جریانی که تیتر مسیر اشتباه خانه ارزان رو توی رسانه‌هاش میزنه، وزیر مطلوبش افتخار میکنه که 8 سال برای مردم یک واحد مسکن نساختم. همون جریانیه که مثل زمان قاجار که میگفتن نفت یه ماده سیاه پیفیفو میده، وزیر نفت مطلوبشون افتخار میکرد که پالایشگاه ساختن رو کثافت میدونه و دست به خام فروشی زد. همون جریانیه که وزیر نیروش گفت من زیر بار نیروسازی برای مردم نمیرم و امروز خاموشی‌های گسترده رو رقم زده. همون جریانیه که سالها ارزش پول ملی رو سرکوب کرد و به صورت دستوری و با دستکاری نرخ ارز رو افزایش داد تا رفاه مردم به ادعای خودش بالا ببره، تورم پایین بیاره، اقتصاد رو شکوفا کنه. همون جریانی که هیچ وقت تجویزهای خودش رو گردن نمیگیره و شغل آسانی شده اقتصاد نمودن در ایران. میشه سرنوشت میلیون ها نفر رو گروگان گرفت، اما به جای اینکه محاکمه بشی میتونی مسکن و پالایشگاه و نیروگاه نسازی و به راحتی رأی اعتماد بگیری و استیضاح هم نشی. خیلی متشکرم.